آشنایی با اصول دریفت، هنر کنترل خودرو از نگاه ژاپنی. دریفت یکی از تازه‌ترین رشته‌های ورزشی دنیای موتورسپورت است که در ژاپن متولد شد. در این مقاله تاریخچه جذاب و داستان محبوب دریفت رو خواهید شنید. حدود 20 سال پیش بود که ویدیوهای جالبی از حرکات جذاب و ترسناک با خودرو دست به دست می‌شد. در آن دوران اینترنت و پلتفرم‌های اشتراک‌گذاری آنلاین مثل امروز نبود. بنابراین کمی طول می‌کشید تا ویدیوهای مختلف در سطح جهان توزیع بشه. از ویدیوهایی صحبت می‌کنیم که در اوایل دهه 2000 میلادی یا اواخر دهه 1370 خورشیدی از ژاپن می‌رسیدند. محتوای اصلی این ویدیوها همایش‌های شبانه جوان‌های ژاپنی در جاده‌های شهری و کوهستانی و نمایش هنر کنترل خودرو بود. اگر چیزی از آن دوران به خاطر دارید، قطعاً جزو اولین نسل طرفداران دریفت هستید. تنها دیدن ویدیوهای دریفت خیابان ژاپن سراسر هیجان است. واقعاً نمیتوان تصور کرد که پشت فرمان تجربه منحرف کردن محور عقب خودرو و بازی کردن با فرمان و 3 پدال زیر پا برای کنترل دریفت، آن هم در جاده‌های کوهستانی و تاریک ژاپن، چه حسی دارد. دریفت یک مهارت جذاب در رانندگی است که در بیشتر کلاس‌های موتورسپورت نقش دارد. دریفت میتواند کمک کننده یا نقطه ضعف رانندگی باشد، اما بدون شک یک هنر ارزشمند است. اواسط دهه 2000 میلادی و 1380 خورشیدی دریفت بین غربی‌ها مفهوم گسترده‌تری پیدا کرد. بسیاری از علاقه‌مندان به ژاپن سفر کردند تا معنی خالص دریفت را درک کنند. تولید انواع فیلم‌های سینمایی مثل The Fast and the Furious Tokyo Drift در این دوران انجام شد و با اینکه تصویر کاملی از دریفت نبود، اما در جذب علاقه‌مندان بیشتر مؤثر بود. دریفت چه در سطح آماتور چه حرفه‌ای امروز یکی از پرطرفدارترین مهارت‌های رانندگی است. تماشای سر خوردن خودرو در کنترل کامل راننده و نزدیک شدن میلیمتری به موانع برای هر کسی جذاب است. این مهارت که از ژاپن به کشورهای مختلف راه پیدا کرد، جزو معدود رشته‌های موتورسپورت بوده که سریع‌ترین روند توسعه و جذب مخاطب را داشته است. این هنر رانندگی به قدری ظرفیت داشته است که امروز در ایران هم با تمام کمبود زیرساخت‌ها دنبال می‌شود. در این مقاله از ابتدا تا انتهای دریفت را بررسی می‌کنیم. ژاپنی‌ها چطور این هنر را خلق کردند؟ دریفت یا به زبان ژاپنی دریفتو یک مهارت رانندگی محسوب می‌شود که راننده به صورت عمدی حالت بیش فرمانی در خودرو ایجاد می‌کند. در این روش راننده به دنبال از بین بردن چسبندگی تایرهای عقب یا چهارچرخ است تا پیش از رسیدن به پیچ کنترل پیش فرمانی خود را در دست داشته باشد. هنگام دریفت کنترل خودرو مشابه پیچیدن در شرایط عادی نیست. در واقع محور عقب به قدری منحرف می شود که برای کنترل خودرو فرماندهی به طور کامل در جهت مخالف پیچ است. یک دریفت کامل و موفق زمانی اتفاق می‌افتد که پیش از رسیدن به مرکز پیچ زاویه بین محور عقب و پیچ از محور جلو بیشتر باشد. در این شرایط چرخ‌های جلو در جهت مخالف پیچ فرمانگیری شدند و راننده با کنترل کامل تمام پیچ را به همین صورت طی می‌کند. تفاوت مهمی بین دریفت و پیچیدن قدرتی یا پاور اسلاید وجود دارد. آغاز مرحله دریفت پیش از پیچ با روش‌های مختلف انجام می‌شود، اما پاور اسلاید در هنگام پیچیدن و تنها با گاز دادن بیشتر به منظور سر خوردن محور عقب و بیرون آمدن از یک پیچ انجام می‌شود. البته در برخی شرایط ترکیب دریفت و پاور اسلاید هم مشاهده می‌شود. برای مثال در جیمکانا و ویدیوهای نمایشی کم بلاک، دریفت و پاور اسلاید در کنار هم نمایش داده می شود. البته کم بلاک به دلیل استفاده از خودروهای تمام چرخ محرک بیشتر روی پاور اسلاید متمرکز است. به همین خاطر توصیه می کنیم برای نشان دادن دریفت به دوستانتان ویدیوهای بلاک را انتخاب نکنید.
در مهارت دریفت راننده باید چند تکنیک مهم را اجرا بکند. مقدمه اصلی دریفت یادگیری استفاده از کلاچ و تکنیک پاشنه و پنجه در تعویض دنده مسابقه‌ای در کنار درک کردن توزیع وزن خودرو است. در مرحله بعدی باید انواع روش‌های شروع و حفظ کردن دریفت را در نظر گرفت. گاز دادن، ترمز دستی، کلاچگیری، دنده معکوس، استفاده از مسیر آفرود، ترمزگیری شدید، فرماندهی تهاجمی در سرعت بالا و روش اسکاندیناوی از مهارت‌های مختلف شروع دریفت در مسیرهای متنوع است. به طور کلی در دریفت 4 مرحله باید بدون نقص انجام شود. شروع دریفت پیش از پیچ، کنترل انحراف محور عقب، تغییر زاویه مناسب برای پیچ مخالف و حفظ کردن خودرو در مسیر پس از پایان دریفت. مهارت دریفت از همان سالهای ابتدایی آغاز موتورسپورت و مسابقات مختلف وجود داشته است. بسیاری از راننده‌ها در دهه 1930 میلادی از این روش برای پیچیدن بهتر و سریعتر استفاده می‌کردند. برای مثال در اولین گریپری‌ها و بیش از جنگ جهانی دریفت با روش فرمانگیری سریع و قرار دادن یک چرخ خارج از آسفالت انجام می‌شد. ولی هیچ کس این شیوه از رانندگی را در قالب مهارت خاص طبقه بندی نمی‌کرد. تایرهای باریک قدیمی و نبودن هیچ گونه تمرکز روی طراحی یا آیرودینامیک دریفت در خودروهای مسابقه‌ای چند دهه پیش را آسان می‌کرد. مسابقات رالی کلاسیک هم در عمل تمرین دریفت آفرود بود. در این رقابت‌ها تقریباً چسبندگی بین تایر و سطح جاده وجود نداشت و راننده مجبور بود برای پیچیدن سریع‌تر زاویه زیادی بین محورهای خودرو ایجاد بکند. البته دریفت سریع‌ترین روش برای پیچیدن نیست، اما در شرایطی که چسبندگی لازم وجود ندارد راهی مناسب خواهد بود. پدر دریفت کونیمیتسو تاکاهاشی است که در سال 1940 در ژاپن متولد شد. تاکاهاشی که امروز 79 سال سن دارد، اولین فرد تاریخ ژاپن بوده که در مسابقات گرند پری موتورسیکلت به مقام اول دست یافته است. تاکاهاشی از سال 1960 تا 1964 در 129 مسابقه موتورسیکلت جهانی شرکت کرد و در مجموع به 15 پودیوم و 4 پیروزی با هوندا دست یافت. تاکاهاشی پس از تجربه تصادف شدید در مسابقات سال 1962 جزیره من از موتورسیکلت فاصله گرفت و در سال 1965 به مسابقات اتومبیل رالی وارد شد. چیزی که این راننده ژاپنی را از دیگران متمایز می‌کرد روش رانندگیش بود. در حالی که همه راننده‌ها از بیش فرمانی و انحراف خودرو در پیچ فراری بودند، اما تاکاهاشی با تمام سرعت به پیچ وارد می‌شد و با کنترل بی‌نظیر خودرو و پیش از آن موتورسیکلت انحراف محور عقب را در دست می‌گرفت. روش رانندگی تاکاهاشی بیش از آن که برای رقبایش مهم باشد، توجه علاقه‌مندان ژاپنی و به خصوص گروه‌های مسابقات غیرقانونی را جلب کرد. در اواسط دهه 1990 دریفت به قدری محبوب شده بود که بیشتر راننده‌های جوان ژاپنی به دنبال پیشرفت در این مهارت بودند. همکاری سوچیا و مجله‌های خودرو بیشتر شد و به مرور دریفت از خیابان‌ها و گردنه‌ها به پیست‌های کوچک رسید. در همین دوران جرمی کلارکسون جوان که به سرعت پله‌های ترقی را طی می‌کرد به ژاپن سفر کرد. گزارش کلارکسون در سال 1995 یکی از اولین پوشش‌های جهانی از دریفت ژاپن است. با نزدیک شدن به دهه 2000 پوشش رسانه‌های ژاپن از دریفت بیشتر و به دنبال آن تقاضای جهانی برای آشنایی با این رشته تازه وارد موتورسپورت بیشتر شد. سال 1996 گروه از دریفترهای حرفه‌ای ژاپن به همراه سوچیا با هدف نمایش اصول دریفت به آمریکا رفتند. در پیست ویلو اسپرینگز راننده‌های حرفه‌ای دریفت اصیل را به آمریکایی‌ها نشان دادند و غربی‌ها شیفته این مهارت شدند. سوچیا و همکارانش برای صادر کردن دریفت به جهان آمریکا را سکوی پرتاب انتخاب کردند.
سال 2003 مسابقات دریفت مشابه دیوان ژاپن به پیست آیروندل که میزبان رقابت‌های نیسکار و سرعت بود رسید. امروز آیروندل را شهر دریفت آمریکا می‌دانیم، چرا که ژاپنی‌ها از این منطقه صادرات این رشته را آغاز کردند. سال 2003 فرمولا دریفت به عنوان معتبرترین و حرفه‌ای‌ترین سطح دریفت خارج از ژاپن آغاز به کار کرد. در فرمولا دریفت به قوانین فنی خودروها تاکید شده بود تا تنها راننده‌ها و تیم‌های حرفه‌ای توان ورود به این سری را داشته باشند. اولین مرحله برای ورود به دنیای دریفت خرید یک خودروی دیفرانسیل عقب و مجهز به جعبه دنده دستی است. البته با مدل‌های خودکار هم می‌توان در سطح آماتور و نمایشی کارهایی انجام داد. ولی برای کنترل کامل خودرو تعویض دنده دستی و پدال کلاچ لازم است. این نکته را هم باید به خاطر داشته باشیم که دریفت با خودروهای دیفرانسیل جلو هم امکان پذیره، اما نیازمند مهارت بالا و تیوتینگ بیشتر است. با این وجود اگر رقابت بین دو خودروی محور جلو و محور عقب باشد، مدل دیفرانسیل جلو هیچ شانسی نخواهد داشت. برای رقابت در سطح پایه یا حرکت نمایشی کوچک، پیشرانه‌هایی با قدرت 150 اسب بخار کافی است. با چنین خودرویی می‌توان اصول مقدمات دریفت با سرعت‌های 60 تا 80 کیلومتر بر ساعت را یاد گرفت. دریفت یکی از جذاب‌ترین مهارت‌های رانندگی است که خیلی زود از خیابان‌های ژاپن و مسابقات غیرقانونی به سطح جهانی و موتور اسپورت رسید. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. اگر از این ویدیوها خوشتون میاد، لایک و سابسکرایب یادتون نره.